دوستان عزیز سلام. ما وارد یک پوزیشن شدیم که جزئیات این پوزیشن رو میخوایم اپدیت بدیم براتون که چطور به هدف به تارگت میخوریم یا به استاپ لاس میخوریم و این پوزیشن رو میخوایم براتون همیال برای فعلا میخوایم براتون مشخص کنیم، نشان بدیم پوزیشنی که ما وارد شدیم. ببینین کاملا رو میخوایم سویچ کنیم. اینجا این پوزیشن است که من وارد این پوزیشن شدم و اولین چیزی که شاید در ذهنتان بگرده چون اولین ویدیویی از این پوزیشن است که من خب چی را ترید میکنم. ببینین ایرو یو اس دی است، درست؟ یورو یو اس دی است و ما در تایم فریم که اینجا شما شاید دیده بتونید تایم فریم 2 ساعته است. خب بر اساس تایم فریم 2 ساعته ما ترید میکنم و یعنی تیک پروفیت و استاپ لاس ما از روی تایم فریم 2 ساعته گذاشته شده. این موضوع مهم است و چیز دیگه ای که میخوایم براتون بگویم، یعنی وقتی که میخوایم تحلیل ما یعنی تیک پروفیت ما و استاپ لاس ما به اساس تایم فریم 2 ساعته باشه، یعنی زمانی که وارد پوزیشن میخوایم شوم قطعا یادتون باشه در تایم فریم 1 ساعته و 2 ساعته وارد پوزیشن نمیشم. برای پوزیشنی که شما اینجا میبینین ما در تایم فریم 5 دقیقه وارد پوزیشن شدم و برای فعلا در مفاد هستیم و نتیجه پوزیشن میخوایم براتون بگویم. در صورتی که ببینین اینجا کلیک میکنم ریسک به ریوارد ما 1.5 است، یعنی اگر به تارگت بخوریم یعنی به هدف اگر برسیم، اگر من ریسک کرده باشم $15 در اون صورت ساده براتون بگویم اگر من ریسک کرده باشم مثال مثلا $10 یا $100 اگر ریسک کرده باشم، پس در صورتی که به هدف برسم $150 مسود میکنم. اما پوزیشن ما به او اندازه نیست. میخوایم پوزیشنی که خب پوزیشن خودم میخوایم براتون نشان بدیم که کدام پوزیشن است. اینجا درست ما از بروکر که استفاده میکنم، بروکر ما وانداست و اینجا شما لایف میبینین و از واندا استفاده میکنم. نمیفهم شما چه قسم تلفظ میکنین. ساعت میبینین که 6:39 بعد از ظهر است، تاریخ هم 4/6/2025 و اینجا خب برای فعلا ما 60 چند پیپ است حدودا، بله 66 پیپ دسود هستم و بعدش هم اینجا جزئیات مارژینی که استفاده کردیم و غیره نشان میده و اکانت هم شما میبینید که در اون قسمت اکانت چی است؟ اکانت لایف است. ما از واندا استفاده میکنم. خوب منتظر میمانیم. ما استوری میمانم یعنی اپدیت ترید میمانم که ما به تارگت میرسیم یا ما در بعضی از موارد شاید پوزیشن به این بسته کنم. خب در بعضی از موارد ما پوزیشن بسته میکنیم. خب فعلا هدف ما است که ما یا با این پوزیشنی که باز کردیم یا به تارگت بخوریم یا به استاپ لاس. خب میبینیم که چطور میشه. برای فعلا اینجا هستیم. خب یعنی فعلا از تارگت هم فاصله خیلی زیاد داریم. اینجاست تارگت ما، درست؟ و استاپ لاس ما هم سمت پایین است که فاصله خیلی زیاد است. خب بیایم تریدینگ ویو رو بالا بیارم اینجا که واضح تر شما دیده بتونین. خب اینجا میبینین که از تارگت هم فاصله ما خیلی زیاد است و از استاپ لاس هم فاصله ما خیلی زیاد است. من اپدیت این ترید میگذارم که نتیجه چطور میشه. موفق باشید.